امرالله صالح شخصا قضیه عبدالرؤوف 9 ساله را به دوش گرفته است. امرالله صالح در دیدار با خانواده عبدالرؤوف 9 ساله گفته است تا 15 روز دیگر این کودک را از چنگ آدمربایان رها خواهد ساخت. خانواده عبدالرؤوف در پیوند به اختطاف کودکشان از سوی امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور به حضور پذیرفته شده است. آنان از ملاقات با معاون اول رئیس جمهور اظهار اطمینان کرده و میگویند که امیدواری هایشان جهت نجات عبدالرؤوف بیشتر گردیده است. زهره مادر عبدالرؤوف میگوید به درخواست معاون اول رئیس جمهور از اعتراضات گستردهشان در سطح کشور دست کشیده و 15 روز دیگر نیز منتظر خواهد بود تا کودکش رها گردد. ما به مرکز رفتیم، از آقای امرالله صالح ما بسیار خوش شدیم، بسیار وعده های خوب بر ما داد، بسیار امیدواری های زیاد بر ما داد که ما به می تیزترین به می زودترین وقت ما عبدالرؤوف جان پیدا میکنیم و به شما تسلیم میتیم. معاون صاحب اول شخص خود وعده های قطعی را میته، حتما ما به صفت یک قوم بزرگ به فلسفه عدم تشدد گام زن، ما او را به حسن نیت نشان دادن به حسن نیت ما تظاهرات میلیونی خود را متوقف میتیم. جناب معاون صاحب اول ریاست جمهوری امرالله صالح خانواده عبدالرؤوف جان و تعدادی از محاسن سفیدای قوم ترکمن اینا دعوت کردند به مرکز، نشست صورت گرفت، وعده های قاطع داده شد. در همین حال کمال گونش رئیس سازمان حرکت ترکمنهای افغانستان میگوید طالبان نیز برای آنان وعده همکاری در پیوند بر رهایی این کودک را دادند و تاکنون این گروه در ارتباط به رهایی عبدالرؤوف 14 تن را دستگیر کردند. گروه ها را که یعنی در این کار دخیل بودن، چیزی که از دولت یا خود ما او را پیدا کردیم و از مخالفین دولت هم که همکاری کردن یا کمک کردن، یک تعداد نفرها را او هم دستگیر کرده بودن. ما نظر به راپور ما از روی از ما کلگیشان برشان گفت. بستگان عبدالرؤوف 9 ساله که بیش از 50 روز می شود برای رهایی این کودک در مقابل ساختمان مقام ولایت بلخ خیمه تحصن برپا کردند و بار دوم هشدار می دهند که اگر معاون اول رئیس جمهور هم نتواند این کودک را از چنگ اختطافچی ها رها سازد، اعتراضات میلیونی خود را در سراسر کشور از سر خواهند گرفت. معاون صاحب اول وعده دادن اگر در مدت 10 روز، اگر 10 روز نباشه تا 15 روز ما عبدالرؤوف جان از چنگ اختطافچیان آدمربایان نجات میتیم، به شما تسلیم میکنیم. گفتم تو به ما، همه تو گفتن ما تظاهرات خدا به طویق افتاندیم. انشالله ایگا پای معاون صاحب اول پیروزی ما مردم نصیب پیروزی همه افغانستان بگرده که تا طفل معصوم پیدا شود. در غیر از او که پیدا نشد و حرکت های مادنی و هر گپی که بود غیر قانونی داخل قانون ما شاید او را برپا کنیم. همزمان با این فرهاد عظیمی والی ولایت بلخ میگوید با راه‌اندازی بیش از 20 عملیات تا کنون هیچ سرنخی از این کودک به دست نیاوردند. در حصه اختطاف عبدالرؤوف نام به کار برده شده، ولی متاسفانه تا هنوز اون نتیجه مطلوبه که به دست آمدن خود عبدالرؤوف است نداده و شما در حال جریان هستین که ما در گرفتاری ها و دستگیری های بسیار زیاد کردیم و همه این کسایی که از اینجا دستگیر شد یا در کابل تحقیقاتش تحقیقات مرکزی بود، به این معنی که تمام توانایی های افغانستان که در افغانستان است در این قسمت به کار برده شده.
نزدیک به 3 ماه پیش عبدالرؤوف کودک 9 ساله بلخی از شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ توسط آدمربایانی که لباس نظامی داشتند ربوده شد. حکومت محلی بلخ در پیوند به رهایی این کودک بیش از 20 عملیات راه اندازی کرد که در نتیجه این عملیات 20 تن دستگیر شدند، اما گفته می شود که تاکنون هیچ سرنخ از این کودک به دست نیاوردند. محبوبه محمدی، تلویزیون افغانستان 24، مزار شریف.